سلام، به فیدکست خوش اومدید. امروز میخوام در خصوص این که برند چیه با هم صحبت کنیم. خب این روزها شاید خیلی در مورد واژه برند توی باشگاه‌ها، توی مدارس ورزش و جاهایی که مرتبط با ورزش هست میشنویم و برداشت‌های متعددی هم از برند در ذهن مخاطبان وجود داره. بذارید یک تعریف خیلی ساده از برند ارائه بدم. برند یک احساسه، یک ادراکه، یک تصوره، یک برداشت ذهنی از چیزی، از هر چیزی میتونه باشه، حتی از یک باشگاه، از یک باشگاه ورزشی. آیا تا حالا فکر کردیم که برند باشگاه ورزشی ما چجوری هست و چگونه دیده میشه؟ این سوال همون معنی برند هستش. خیلی مهمه که مشتریان ما بدونیم در خصوص باشگاه ما چی فکر میکنن. زمانی که به این سوال میرسیم، سوال بعدیمون اینه که چه چیزهایی باعث میشه که مشتریان ما در خصوص برند ما فکر کنن. این همون عناصر برند هست که میتونه نام باشه، میتونه لوگو باشه، میتونه رنگ باشه، میتونه رفتارهای باشگاه ما باشه و هر چقدر اینها زیبا ترسیم شده باشن، مشتریان ما در مورد ما زیبا فکر میکنن. این همون چیزیه که خیلی از باشگاه ها به دنبالشن. پس یادمون باشه برند یعنی احساسات، ادراکات و تصورات مشتریان از ما. مشتریان ما در مورد ما چجوری فکر میکنن؟ در تناسب باشید.